ما در وقت‌های خولگی با کودکوکتی با سر و گشت تماشای فیلم‌های تصویری مشغول می‌شویم. عادتاً باد و هوای نغز رو دوست می‌داریم و شهر دوشنبه به نهایت روز به روز شکوفا شده رفته ایستاده است. از همین سبب وقت خولگی شهر سیاحت و باغ‌پروری مشغول می‌شوم. من در وقت خولگی هم با تمرین بدن میروم و از آنجا اومده و سایت‌هایی که مثلا اناکلاسی که کانتاکتی و یا در اومده با دوستانم ملاقات میکنیم. من وقت‌های خولگیم رو با خواندن کتاب‌های بدیعی و روزنامه مجله هم با کارهای مادرم یاری می‌دهم. بیشتر در وقت‌های خولگی شما به کدام کارها مشغول هستید؟ بیشتر با سر و گشت باز با وقت‌های خولگی با درس خوندن درس‌های لغوی ما بیشتر وقت‌های خولگی رو هم می‌گذرونیم. به هر گونه کارهای بیهوده سر به سر نشویم. من وقت‌های خولگی خود را به کمی با مادرم یاری می‌رسانم و به خواندن روزنامه و مجله وقت خود را صرف می‌کنم. خولگی ما به هر گونه کارها مشغول می‌شویم. مثلا یکی از شغل‌های دوست داشته من کتابخانه میباشد. افتتاح چنین یک کتابخانه برای ما دانشجویان خیلی خوب شد. ما در وقت‌های خولگی میتونیم به اینجا بیاییم و رایگان کتاب میخونیم در وقت‌های خولگی. اصلا برای روزنامه‌نگاران وقت خالی هم نمیمونند، لیکن وقت که یافتیم با اینترنت وارد میشویم و سایت‌های اجتماعی اخبار جهان شناس میشویم و من بیشتر نردبازی را دوست می‌دارم. در این وقت من اگر وقت خالی یابم نرد بازی میکنم و بعداً باز بیگاهی‌ها بعد از کار سر و جمع میشوم، بازی‌های فوتبال، والیبال و در همین بازی‌ها نیز اشتراک میکنم. دوست می‌دارم که بیشتر در بازی‌های مینی فوتبال باشم و اگر امکانیت دهند خودم هم بازی میکنم. بیشتر شما در وقت خولگی به کدام کارها مشغول هستید؟ اصلا من خودم که دانشجو هستم، درستگر در دانشگاه تلویزیون تحصیل می‌کنم در بخش کورس پنجم. بیشتر وقت‌های خولگی خود رو من در همین کتابخانه ملی از اون روزی که مثلا اینجا باز شد و امکانات بسیار وسیع برای ما دانشجویان داده است که امکانات فراهم آورده است که در وقت‌های خولگی با طریق رایگان آماده مثلا زبان آموزی کنیم از تمام مثلا اون زبانی که در اینجا وجود دارد. مثلا من خودم در دانشگاه و آموزش زبان خطایی مشغولم و در وقت‌های خولگی با اینجا آمده با آموزش زبان کوریایی در وقت‌های لغوی زبان کوریایی آموزش می‌کنم.